امروز پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمانی عالی مقام را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. میدان فرودگاه به خاطر تشریف راهبر کشور دوست و همسایه با پرچم‌های دولتی دو کشور و شعار و آوازه‌های ترنم کننده دوستی مردمان تاجیکستان و ازبکستان ادامه آرا یافته بود. از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان استقبال صمیمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان نشانه از عنعنه‌های نیک اجدادی گرامی داشتی مهمان احترام مردم تاجیک به مناسبت‌های نیک دوستی و خوشتباری دو خلق توجه به رشد و گسترش و تحکیم و توسعه روابط برای هر دو جانب سودمند میباشد. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار گردیده باشد هم دوستی و رفاقت خلق‌ها تاریخ قدیم و بوی رنگین دارد. تاجیکستان و ازبکستان ارزش‌های بزرگ فرهنگی، گومنیتری، سرحد عمومی و رابطه‌های گسترده داشته می‌توانند رفت و آمد آزاد اهالی، گردش محصولات و خدمت‌رسانی‌ها را فراهم آورد. برای انکشاف تاثیربخش ساحه‌های گوناگون اقتصادیات هر دو دولت مساعدت نمایند و اقتدار ترانزیتی یکدیگر را برای برآمدن به دیگر بازارها استفاده برند. مورد ذکری خاص است که طی روزهای آخر با تلاش‌ها و تشبث‌های نیک سران دولت‌ها نزدیک 10 گذرگاه سرحدی گشوده شد که مردم تشنه دیدار را به وصال دوست، خویش و تبار و همسایه نیک رساند. امید است که سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان به تاجیکستان و ملاقات و مذاکرات سطح عالی با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امضای سندهای نوی معیاری و حقوقی تنظیم کننده مناسبت‌ها برای تحکیم دوستی و مردمان دو کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد.